هلو بنو حالتون چطوره؟ خیلی خوش اومدید به این ویدیو. امروز قراره که کارهای اتصال ولت رو به ایردراپ گرس انجام بدیم، ولت شبکه سولونا بسازیم، متصلش کنیم، وریفایش کنیم، چون تا فردا شب بیشتر مهلت نداره. اگر جز اون دسته از افرادی هستید که داخل ایردراپ گرس شرکت کردید، حتما این ویدیو رو تا انتها تماشا کنید. ابتدا یه سری سوال در مورد ایردراپ گرس توی کامنت ها ازم پرسیده بودید که اینجا بهتون پاسخ میدن. یکی از سوالات مهم این بوده که برای ماین کردن به فیلتر شکن نیاز داریم؟ نه، به هیچ عنوان اصلا نباید از فیلتر شکن استفاده کنید. مثلا بعضی وقتا میبینید باگ میخوره، توکناتون کم و زیاد میشه، هنگامی که داشتید ماین میکردید فیلتر شکنتون روشن بوده، به طور مثال توی تلگرام میچرخیدید، توی یوتیوب میچرخیدید و توی این بازه براتون ماین نمیکرده و به این نکته حواستون باشه. توکن دهش چجوری خواهد بود؟ فعلا مشخص نیست به هیچ عنوان، چون توی سیزن 1 9% ایردراپ داد و توی این سیزن قراره 17% ایردراپ رو بده. متر و معیاراش مختلف خواهد بود و قراره که بلافاصله بعد از اینکه کلیمش فعال شد ویدیو بگیرم و صفر درصد برداشتش و انتقالش به صرافی ایرانی و نقد کردنش هم رو بهتون خواهم گفت. خب بدون معطلی بریم سراغ ساخت ولت شبکه سولانا. دو تا ولت، یه دونه فانتوم و یه دونه سولفیره که قرار سولفیر رو بسازیم. فانتوم خیلی راحته و دقیقا همین کارهایی که برای سولفیر انجام میدیم و میتونید برای فانتوم هم انجام بدید. وقتی وارد گرس بشید یه صفحه براتون میاره لینک یور سولونا ولت داشبوردش که میگه آقا بیا و ولت تو کانکت کن. گو تو ریوارد پیج رو میزنید که بریم سراغ صفحه. بله، توی صفحه ریواردز نوشته بعد از اینکه ایمیلمون وریفای شد تو ویدیو قبلی حالا باید ولت بسازیم. میگم فانتوم و سولفر به شدت مناسبن برای ما. فقط کافیه که اکستنشنش رو روی مرورگر کرومتون یا هر مرورگر دیگه که دارید نصب کنید. نکته دیگه که داره، میخواستم ویدیوشو برای بچه‌ای که با موبایل کار میکنن بگیرم برای ایردراپ گرس. متاسفانه به سیزن 2 نرسید، ولی برای سیزن 3 حتما آموزش خواهم داد تا و کسایی که با گوشی استفاده میکنن بتونن از ایردراپ گرس سود خوبی رو به دست بیارن. و حالا باید این اکستنشن سولفیر رو دانلود کنیم. 108 مگ هستش، میزنید دانلود شه. بعد از اینکه دانلود شد روش کلیک میکنید و وارد همچین صفحه میشید و دو تا گزینه داره. یه دونه نیو ولت ساخته اکانت جدیده و یه دونه I already have a wallet، یعنی ولت داریم میخوای با اون 12 کلمه وارد کنی و ریکاوری کنی یه جورایی ولت تو. ولی خب ما الان میخوایم یه دونه ولت جدید بسازیم، پس کریت رو میزنیم و 12 تا کلمه بهمون میده. کلمه ها رو کپی کنید، سیو کنید، هر جا میدونید حتما نگهداریشون کنید. توی صفحه بعد همونا رو باید پیست کنید، بنویسیدشون و توی این صفحه الان باید یه پسورد براش در نظر بگیرید. حتما هم 12 کلمه و هم این پسورد رو یادتون باشه و یه جا حتما نگهداریش کنید. مسئله دیگه روی کانتینیو فقط کافیه بزنید. یه آلت شیفت اس میگه برای اینکه دسترسی راحت بهش داشته باشیم که باش کار نداریم. اینجا هم شما کافیه کانتینیو رو کلیک کنید و ولتمون ساخته شد و حالا برمیگردیم به صفحه ریوارد گرس و حالا که ولتمون ساخته شده گزینه سولفیر رو میتونیم انتخاب کنیم. لحظاتی صبر میکنید یه مسیج باز میشه براتون توی سولفیر که اونو باید کانکت بزنید. کانکت میزنید، یه تیک داره که خوندی همه چی اوکیه، وریفای رو میزنی. حالا توی این صفحه یه بار ممکنه براتون ایرور بده و چیز خاصی نیست. اپروو رو که بزنید یه بار بهتون ایرور میده و دوباره همین کار رو تکرار کنید و رفرش کنید صفحه رو، کارتون اوکی میشه و گزینه آی تراست سایت رو هم باید بزنید. الان یه ایرور داد ولی دوباره این مراحل رو با هم پیش میریم. یه بار دیگه چنج ولت رو میزنید و این بار که این کار رو انجام بدید دیگه میتونم بهتون بگم که آره تایید میشه و میره توی لول بعدی. لول بعدی سند وریفیکیشن ایمیله که داخل ایمیلی که در ابتدای بازی زدید برای ثبت نام، روی همون ایمیل یه دونه پیام براتون ارسال میشه که باید اون رو هم کلیک کنید و باید ولتتون رو اونجا تایید کنید. روش کلیک کنید دیگه منتظر میمونه تو این صفحه و اینکه
دیگه فقط کافیه که بعد از اینکه تایید کردید روی گوشیتون یا روی سیستمتون اینجا هم یه بار رفرش کنید و تمام. و این سیزن هم فردا شب به پایان میرسه. حتما از نحوه توکن دهیشو برداشتن، کامل براتون ویدیو میگیرم. مرسی که این ویدیو رو تماشا کردید. ایردراپ نوت پی هم این بالا آموزشش هست، به شدت ایردراپ خفنیه. و اینکه لایک کامنت و سابم یادتون نره، کلی به من انرژی میده برای ساخت ویدیوهای خفن. مثل همیشه مراقب خودتون باشید. تا ویدیو بعدی، فعلا. It's all about humanity.